تمام گیاه ها و گل ها و درخت ها چون ایمان به خدا و به زندگی و به حیات دارن هرگز ناامید نمیشن. گاهن خب طبیعیه، هر موجودی در این سیاره هست یک عمر نامشخصی داره. هیچ کسی نمیتونه بگه ملت فلان سرزمین اینقدر از سال باید زندگی بکنن یا فلان درخت. کاملا طبیعیه، عناصر متفاوتی وجود داره برای مرگ و حیات. ولی صحبتم سر اینه که این گیاه ها، این درخت ها با تمام قوا در تمام فصلی که زیر برف و یخ و سرما و طوفان بودن، چون ایمان داشتن، یقین داشتن که قراره خداوند بهشون زندگی بده. ببینین چقدر زیبا جشن گرفتن بهار رو. تک تک این گیاه ها یه بخشی هنوز بیدار نیستن، یه بخشایی بیدار شدن، ولی یادمون باشه ما انسان ها قدرت و عظمت خودمون رو، توان خودمون رو گاهن نادیده میگیریم و زود ناامید میشیم. ولی گیاه ها، طبیعت، حیوانات، تمام موجودات به سادگی ناامید نمیشن. خوبیشون اینه. هر درختی ببین الان مثلا این توت سیاه یه بخشش هنوز بیدار نشده، یه بخشش هم ببین به این شکل بیدار شده و ایناش زندگی داره. یا این توری ها هنوز انگار نه انگار. ولی در عوض ببینید این درخت گلابی ببینید با تمام انرژی گلهاش رو هدیه میده به طبیعت، به ابرها، به آسمون، به پرنده ها، به همه اونایی که قراره زیر سایش بشینن و ازش لذت ببرن. آماده است. ولی خب این یکی درخت هنوز خوابه. طبیعی، یعنی هر درختی، هر بوته‌ای زمان خودش رو داره. مثلا این یکی گلابی ببینید سرشار از شادابی و نشاط. ببینید بنابراین وقتی که ما میرسیم به اصل زندگی باید ایمان خودمون رو از دست ندیم. انسان، حیوان، گیاه اگر ایمان خودش رو از دست بده فاتحه‌اش خونده است. ایمان به خود و ایمان به خدا. ببینید این رنگ ها، این زیبایی ها از کجا میاد؟ به واسطه چی؟ به واسطه ایمان این گیاه، ایمان این درخت. ببینید و خداوند هم تمام آرزوهای این درخت ها رو، گیاه ها رو با نور خورشید، با بارش باران لطیف و ابرها بهشون تقدیم میکنه. هر گوشه که بخوایم نگاه بکنیم حقیقت زندگی رو میشه لمس کرد. به هر حال اگر در زندگی هامون این پرنده اعتراض داره و میکنه که تو محدوده جغرافیایی من نیاد. اینا بسیار پرنده های خوب و مهربانی هستن. یه جا اینجا داره لونه میکنه، از اینکه منو دیده داره اعتراض میکنه، یه جا اینجا داره لونه میکنه. باش، این من همسایه اینام. اینا مالکان این جان، یادمون باشه اینا صاحبان این جان. ما آدم ها مالکان اینجور باغات و اینجور باغچه ها و اینجور زمین ها نیستیم. مالکان اصلی این حیواناتن، این گیاهانن. ما مهمان های اینا هستیم. حواسمون باشه.
پامون از گلیمون بیشتر دراز نکنیم. یه وقت خب نگیریم اینها رو قتل عام بکنیم یا به هر طریقی جلو رشد زندگیشون رو بگیریم. اینا مالکان هستن. یا این روزها رو ببینید بعد از هرس، هنوز از غنچه خبری نیست ولی انشالله به زودی زود شروع میشه. ناامید نیستن. عرض میکنم وقتی که ناامید نبود انسان یا گیاه زندگی خوب داشت. خب بریم سراغ این درخچه گل ختمی. ببینید اصولا گل ختمی گلها رو توی این شاخه های نازک که بهار گذشته تولید کرده میده. ببینید اگر نگاه بکنید اینا قرار همشون گل بشه. پس بنابراین تا حد لازم ما هیچ وقت این شاخه های جوون رو، شاخه هایی که بهار گذشته رشد کرده رو هرس نمی کنیم. ولی اگر دیدیم که خیلی به زمین نزدیک شده، این الان ببینید زیرش که نعناست، من از هر چیزی سعی میکنم استفاده بکنم. اگر ببینیم این پایینی ها خیلی دارن شلوغ میکنن، اینا رو این پایین دستا رو هرس میکنیم که به زمین نچسبه، زیباییش از دست نده. ببینید اینها رو گل ختمی رو وای میسیم درست زمانی که به این شکل جوون ها تشکیل شدن یقین پیدا کردیم که کدوم شاخه ها قرار گل بدن، اون وقت میتونیم تصمیم بگیریم به هرس کردنش. این هرس این شکلی برای اینکه دلیل داره. الان فاصله اینا با زمین بسیار کمه، نهایتا 30-40 سانتی. خب وقتی سنگین تر بشه بیشتر میاد به زمین. میاییم اینا رو به این شکل هرس میکنیم، اجازه میدیم تا سر شاخه هایی که یا مثلا این ببینید این الان خیلی پایینه دیگه، اینا رو هرس کنیم. الان وقتشه. در زمستون شما تشخیص نمیدی کدومش بیداره کدومش خوابه، به خاطر هم ممکنه هرس بکنی اشتباهی. وای میسیم به این مرحله که برسه اوایل بهاره، میگردیم اگر شاخه شکسته بود که اون شاخه رو هر جا بود هرس میکنیم. ولی اگه شاخه آفت زده بود، قارت زده بود، بیماری داشت، اصولا درخت ختمی زیاد دنبال بیماری و اینجور چیزا نیست. خیلی درخت قویه و عمر خوبی داره. بنابراین ما سعی میکنیم که در شرایطی که درخت ثابت میکنه که قرار رشد خوبی داشته باشه هرسش رو به این شکل انجام میدیم. پس به هیچ عنوان از شاخه هایی که اینجا بالا تشکیل شده هرس نمی کنیم، اجازه میدیم. ولی یادمونم باشه اگه دیدیم به حالت تک شاخه 2 تا 3 تا شاخه است داره میره بالا، چرا سرزنی میکنیم که این شکلی پرپشت بشه. اگه سرزنی نکنیم پرپشت نمیشه. به همین دلیل اگه نگاه بکنیم اینا رو تو قسمت های پایین دست که بوده ما اینا رو که هرس میکنیم اینا هر یه شاخه به چندین شاخه دیگه تبدیل میشه. ولی تک شاخه بودنش اولا که کم گل میشه، گل کمی تولید میکنه، بعدش هم نازک میشه، با تکون باد و اینا هی این ور اون ور میخوره، گلاش ریخته میشه و شاخه نازک هم انرژی زیادی نداره. گل ختمی یا درخت ختمی یا درخچه ختمی نیازی به کود شیمیایی نداره، بی خودی کود شیمیایی استفاده نکنید. نیازی به سمپاشی نداره، بی خودی سمپاشی نکنید. ولی بهترین حالت اینه که یه خاک، ببینید خاکش رو نگاه کنید، خاک زیر اینو ببینید، یه خاک کاملا زهکشی و نرم اینجا باشه که زیرش هم میتونید زیر درختانتون میتونید سبزی خوردن بکارید، میتونید توت فرنگی بکارید، میتونید گیاهایی که ارتفاع زیادی نداره نمیره بالا بکارید و ازش لذت ببرید. به امید روزهای قشنگ برای شما عزیزان.